چیزی که من شما با یاد میتونم بچه‌ها، چیزی که امروز درسی که میگذاریم این همین حاضر بازار دنیای همین با اومده استفاده است. همین بازار دنیا همین چی با اومده استفاده است. اگر که حاضر من شما این چیزا یاد گیریم اگه آسان است بیزنس ساختن هم امروزه هم در آینده. خب یکمی چیزی که میخوام که شما فهمید، شما باید فهمید که اناکو خریدار уже دیگه شدگی. همین کلینت уже دیگه شدگی است. من مثال کلینتی که 2010 بود، کلینتی که 2025 این تماما رزن کلینت. حاضر شما باید فهمید. ممکن که داشته شما پریگماخر دارید، ممکن استоматология دارید، ممکن که شما مغازین لباسا دارید، ممکن که شما مراجع میفروشید. فرق نظر چی میفروشید فرق نظر نه که اون خریدار شما میدونید چیزش دیگه شدگی، ویبرش دیگه شدگی، انتخابش دیگه شدگی. حسابی چی انتخاب کلینت دیگه شد. حسابی چی نگاه کنید.